یکی از سناریوهایی که برای قسمت‌های بعد سریال خواهران و برادران مطرح شده، سناریوی انتقام مرگ سیوگی است. بر طبق این سناریو اعلام شده با وجود اینکه یاسمین متوجه مادر بزرگش در انباری و نقشه‌های شوال برای او شده، او را به بیمارستان می‌رساند، اما سیوگی در بیمارستان می‌میرد و جان خود را از دست می‌دهد. در این بین عمر می‌فهمد که سیوگی پیش شوال و یاسمین بوده و اینکه باعث بانی مرگ سیوگی شوال بوده است. عمر که تازه فهمیده بود سیوگی مادر بزرگش است و حسابی شاد و خوشحال بود، با مرگ سیوگی حسابی افسرده و ناراحت می شود و کینه شوال و احمد را به دل می گیرد و تصمیم می گیرد انتقام خون سیوگی را از آنها بگیرد. به همین خاطر عمر برخلاف قولهایی که قبلا به احمد داده بود، مبنی بر اینکه کاری به مال و اموال او و سیوگی ندارد و چیزی از ارث و میراث آنها نمیخواهد، این بار شکایتی علیه احمد و شوال تنظیم کرده و خواهان گرفتن حق و حقوق و ارث و میراث خودش می شود. احمد و شوال متوجه شکایت عمر شده و به سراغ او می روند و او را حسابی تهدید می کنند، اما عمر از تهدیدهای آنها ترسی به دلش را نمی دهد. کار آنها به دادگاه کشیده می شود و در این بین عاکف نیز به کمک عمر می آید و موفق می شوند مال و اموال عمر را پس بگیرند و عمر حسابی پولدار و ثروتمند می شود. البته لازم به ذکر است که اشاره شود که این فقط یک سناریو و پیشبینی برای قسمت‌های بعد سریال خواهران و برادران است و برای اطلاع دقیق از ماجراهای سریال باید منتظر ماند تا قسمت‌های جدید آن منتشر شود تا به صورت دقیق و کامل از ماجراها و اتفاقات جدید آن مطلع شد.